هنگام گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، زن 33 ساله و جوان 24 ساله ساکنان شهر کون بادام همچون گمانبر در صادر نمودن کردار افباشی دستگیر کرده شدند. نامبردگان 4 مارس سال 2023 تخمینا ساعت 12:30 در آشخانه وحدت امین شهر هنگام خوراک آماده نمودن ازیسیات افباشی نسبت به یکدیگر دشنام‌های قبیح گفته به یگان اساس همدیگر را لطوکوب نموده، زن 33 ساله با استفاده از اسباب چوبی نون روزکنی و پیاله به سر جوان 24 ساله زده است. در نتیجه نامبرده جراحات گوناگون جسمانی به سلامتیش برداشته است. نسبت هر دوی آنها پرونده جنایتی با ماده 237 قسم 3 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوان 23 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. نام برده 26 فوریه سال 2023 تخمینا ساعت 22:30 هنگام در داخل راه زیرزمینی واقع در کوچه شیروزی قرار داشتنش با استفاده زورآوری از دست مرد 27 ساله ساکن پایتخت یک عدد تلفن موبیلی طبقه سامسونگ را تصرف نموده از جای حادثه غیب شده است. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 56 ساله ساکن شهر اصفهان با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. نام برده ماه فوریه سال 2014 با راه فریب به باوری جوان 24 ساله ساکن شهر مذکور در آمده به وعده گرفته دادن قطعه زمین نزد یولگی با مساحت 0.6 هکتار از حدود شهر اصفهان $13,000 امریکایی گرفته به منفعت شخصیش صرف نموده است. نسبت گمانبر شونده پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.